اونهایی که امروز از صفحات فیسبوک یا واتساپ یا ایمو هستن فکر هستن به برادر مسلمان خود یک گانه خواندن یا موسیقی میفرستن، ارسال میکنن، بدانن که این گناه جاریه هست، این گناه توقف نمیکنن، این گناه داخل قبر هم به سراغ تو میآید، روز قیامت هم به سراغ تو میآید. اونهایی که از طریق صفحات ارسال میکنن عکس‌های دختران را یکی به دیگرش، اینا گناه جاریه هست، اینا گناهی هستن که ما و شما را بیخ ما را کنده میکنن. اونهایی که گناه میکنن حضرت مولانا میفرماید اینها نماز میخوانند، زکات میدهند، حج میکنند، حسنات انجام میدن، ولی در خلوت که رفتن آن کار دیگر میکنن، در خلوت که رفتن به گناه و معصیت مصروف هستند. اینا مانند همون کسی است که گندم را انبار کرده ولی وقتی دهن انبار خود را باز میکنند گندم نمیبینند. روز قیامت هم وقت ما بگوییم خدایا نماز، روزه، زکات، حج، الله میگه